شما دوستی عزیز اگر از لحاظ جغرافی بگید، بله ما فاصله خیلی دور از چند هزار کیلومتر. این فرق میکند از اونه که من اگر در یکی از کشورهای هممرز با تاجیکستان قرار می داشتم، یا ما اگر پیمان ملی تاجیکستان، اپوزیسیون تاجیکستان در افغانستان، در ایران، در قرقیزستان، در ازبکستان، حتی در روسیه اگر ما قرار می داشتیم، این شرایط می بود، وضعیت کاملا فرق میکرد. اما چی کنیم که برخلاف سالهای 90 که کشورهای همسایه آماده بودن ما را قبول کنند، قبول میکردن. ما در روسیه بودیم، اکثر مردم در افغانستان بود، در قرقیزستان بودن، خیلی از مردم اپوزیسیون، و مبارزه هم آسانتر بود و نتیجهش هم زودتر بود. امروز وقتی که بعضی دوستان ما را میخوان مقایسه کنند با مبارزین 20 سال 25 سال پیش که چرا اونها زود به نتیجه رسیدند و شما نمیرسید، یک کمتر واقعیت ها را به نظر بگیرن و از خودشون هم سوال کنن که 30 سال پیش این برادران در خودش در کجا بود، امروز در کجا قرار دارند. اگر اون کشورها به ما کمترین اجازت را میدادن، ما امروز در اروپا نمی ایستادیم. اما این معنی ندارد که ما در اروپا باشیم و در داخل کشور نیستیم. برادر عزیز، من نمیخواهم بگویم که پیمان ملی تاجیکستان در داخل کشور عمل میکند، چون اگر این را بگویم شاید که ده ها، صدها، هزارها نفر را زیر ضربه قرار خواهیم داد. حکومت جمهوری تاجیکستان که یک حکومت به انصاف است، جلاد هست، منتظر همین گونه گپ‌ها است که ما بگیم که در داخل تاجیکستان آدم داریم و نماینده داریم، بعد با چه تهمت‌ها مردم را گرفتار خواهند کرد. بنابراین همین در ماه اکتبر 2015 بلافاصله من اعلان کردم که نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت خود را در داخل کشور اسنگ قطع میکند. هیچ کس حق ندارد از نوع ما صحبت کند. حالا هم این ادامه دارد، اما این از لحاظ حقوقی و قانونی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ واقعیت، پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان، تمام گروه‌های مبارز در سراسر کشور، در داخل کشور، در داخل خانه‌ها، در داخل تلفن‌های مردم، در روسیه، در بین مهاجرین وجود دارد. میخواهید نمیخواهید، این یک واقعیت است. این همین وقتی که ما را صحبت ما را تماشا دارن، صحبت شما را میبینن در تاجیکستان، در روسیه، این معنی اون را دارد که ما هستیم دیگر. چی رحمان میخواهد چی نمیخواهد. بنابراین همین ما چقدر نزدیکتر شدیم، روز به روز ما نزدیکتر شده ایستادیم. هر روزی که یک نفر حرفی ما را قبول میکند، به ما باور میکند، به ما تکیه میکند، ما را از خودش میداند، ما یک قدم نزدیکتر شده ایستادیم و انشاءالله دور نیست آن روز که ما از لحاظ جغرافی هم از لحاظ فیزیکی هم در دوشنبه خواهیم بود و مردم عزیز را، ملت عزیز را از نزدیک زیارت خواهیم کرد، نه تنها در شبکه‌ها آنلاین